سلام. خانم بخشی سلام، خوبین؟ شبتون بخیر. احمد جان سلام، خیلی خوش اومدی. اسماعیل توکلی سلام، چکرم. چی می‌بینم؟ خانم مریم سلام. احمد هلو. کاپتان سلام، چکرم. کاپتان خوبی؟ یه ذره تعداد بره بالا، داستان شروع کنیم. داستان گشتاس و کتایون رو با هم دیگه بریم جلو. من کانادا هم. آب یخ. من اینجوری خوندم، حالا اسمت اگه چیز دیگه اسم من بگو. آیم احمد. دبی. اوکی، دبی. توکل اینجا جاش نیست، از این صحبت ها نکن. کاپتان سلام. احمد فروتن سلام، چکرم. ساعت چنده؟ 2:10 امیر. بعد اینکه خیلی خوش اومدید بچه ها، لایک رو بنوازید که بریم برای داستان کتایون استارتش بزنیم. ریگی سلام. خانم آرزو درویش سلام، خیلی خوش اومدید. خوبید؟ خواهش میکنم، شما خوبید؟ حامد جان سلام، یا حمیده؟ حمید جان سلام. بچه ها 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه، دمتون گرم. خواهش میکنم خانم درویش. همین سلام. دارم لایو میگیرم آدم. خانم هلنا اومد، خواهرزاده امام اومد سلام. عاطفه سلام. نه خانم بخشی قبلا ادمین بود کاپتان، اون موقع زیاد تو نمی اومدی شب، خانم بخشی بود. بعد اینکه عبدال برو گم شو، تو آدم بچه نیست. خانم سودا سلام. لونا سلام. خب بچه ما استارت رو میزنیم، از الان میخوایم چیز کنیم. کاپتان دیگه تو خودت حواست باشه سلطان، بچه های ادمین هر کی میاد سلام بهش بگید، خوش آمد بگید. علی چاکرم، علی عشقی، خیلی عشقی سلطان. بعد اینکه بچه سلام. احمد فروتن سلام. فان ویدیو سلام.
بعد اینکه آرمین جان سلام. از اینجا به بعد من زیاد کامنت ها رو نمیخونم، یعنی دیگه بخونم ذهنم میپره. داستان گشتاوز یا گشتاوز و کتایون رو میخوایم با هم دیگه بریم جلو از سری داستان‌های شاهنامه. تا اینجا ما دیدیم، تا اینجا پیش رفتیم که کیخسرو تورانیان رو شکست داد و افراسیاب رو کشت و بالاخره انتقام سیاوش رو گرفت. فقط یه نکته‌ای پیش میاد که اصلا گشتاوز کیه یا گشتاوز کیه؟ وقتی که کیخسرو، بذارید اینجوری براتون تعریف کنم. وقتی که کیخسرو افراسیاب رو شکست داد، دیشبم بهتون گفته بودم از تخت و پادشاهی و اینا همه زده شده بود و میخواست که بره به یه جای دور که کسی پیداش نکنه و اصلا یه جورایی درویش مسلک زندگی کنه. و اگه خاطرتون باشه، خب اینجوریه که هر پادشاهی که داره میره نیازه که یه پادشاه دیگه جایگزین کنه. و وقتی هم که کیخسرو میخواست این کار رو بکنه، اولش اومد پهلوانا رو صدا زد از گودرز و توس و گیو و رستم و هر کدوم رو یک پادشاهی، یک اقلیم رو بهش داد که اونجا حکومت کنن. یه لحظه یه زنگ به فردی بزنم، گم ماشین بردارم میخوام برم. تو لایو شماره چیز داره؟ کی نداره؟ مازر نره. یه دقیقه بهت بدم. یه لحظه بچه‌ها ببخشید. معذرت میخوام. صدا و تصویر من هست؟ بچه‌ها صدا و تصویر من دارین؟ خانم غزال سلام، یا غزال. صدا و تصویر من هست بچه‌ها؟ آره. خب بچه‌هایی که جدید اومدید سلام، خوش اومدید بچه‌ها. ببخشید من یه لحظه لایو قطع شد رفتم. خب آقای کیخسرو پادشاه ایران تونست افراسیاب رو شکست بده، کسی که پدرش رو کشته بود و انتقام سیاوش رو گرفت. حالا توی این نبردها خیلی‌ها کشته شدن، هم از ایرانیان هم از تورانیان، که تورانیان دیگه تقریبا همشون نابود شدن. و خب کیخسرو از وقتی که افراسیاب رو شکست میده دیگه میلی به پادشاهی و تاج تخت نداره، افسردگی خیلی زیادی میگیره و میخواد پادشاهی رو به یکی دیگه بسپاره. حالا پهلوانا رو جمع میکنه، بهشون یه شهرهایی رو میده، هر نقطه‌ای رو میده و میگه که آقا شما برید اینجا حکومت کنید. یه جورایی بهشون پاداش میده با این کارش و یک شخص رو به عنوان پادشاه بعدی ایران انتخاب میکنه. شخصی نیست به اسم لهراسپ. لهراسپ توی اون جنگ تن 10 تن یا 11 تن، لهراسپ هم توی اون جنگ شرکت کرد ولی اسم خاصی ازش نیومد و فقط لشکرش آورده بود که به کیخسرو کمک کنه. که همونطوری که الان برای خیلی‌ها باید سوال پیش بیاد که آقا لهراسپیه، چرا لهراسپی هم آدم فریبرز و فرامرز و اینا دیگه چی؟ این همه پهلوان نامی داره ایران، چرا باید لهراسپ باشه؟ که همین اعتراض رو به کیخسرو میکنن، میگن لهراسپیه، ما اصلا لهراسپ رو نمیشناسیم، اینو ما به حساب نمیاریم. تو به جای اینکه یکی از همخونهای خودتو به عنوان پادشاه انتخاب کنی، یه نفر انتخاب کردی که اصلا ما نمیشناسیمش. که اونجا کیخسرو میگه که آقا شما درسته که اینو نمیشناسین، ولی آقای لهراسپ از نوادگان هوشنگه، پس ریشش برمیگرده به فریدون و اینا، جمشید و اینا، پس رگ و ریشه داره و با اصالته که اونا هم این جریان حالا میپذیرن و لهراسپ به تخت پادشاهی میشینه. که کیخسرو بهش میگه آقا عدل و عدالت رعایت کن، به کسی ضربه نزن، حق مردم رو نخور، از این داستانا دیگه. و میخواد که از ایران بره. حالا کجا میره دیگه مهم نیست بچه‌ها، یه کنج عزلتی برای خودش پیدا کرده و میخواد بره اونجا. اصلا هم مقصدش مهم نیست، فقط داره میره. این درویشایی که یهو میرن تو کوه و بیابون و اینا. بعد حالا این لهراسپ رو بس بهتون معرفی کردم. لهراسپ از نوادگان هوشنگه که به تخت پادشاهی نشسته. اصلا کلا یک طایفه دیگه است، یه جورایی طایفه برگشت سمت هوشنگ و از خاندان کیخسرو دیگه، کیکاووس دیگه نیست و لهراسپ پادشاه است. لهراسپ 2 تا پسر داره، یه دونه گشتاز، یه دونه
زریر یا زیور یا هم چیزی، زریر. حالا ما زیاد با اون زیاد کاری نداریم، بعد اسمش حالا زیاد هم مهم نیست. مهم این گشتاز وقتی که پدرش به تخت پادشاهی میشینه، خب اینا از بچگی بزرگ میشن و حالا چندین سال گذشته از اون جریان. دو تا از نوادگان کیخسرو هنوز توی دربار هستن و لهراس با اون دوتا خیلی بهتره و با اون دوتا خیلی خوبه، به اونا خیلی بها میده، ولی به گشتاز و اون یکی پسرش زیاد بها نمیده و همین جریان باعث میشه گشتاز یک غرور و یک حسادتی نسبت به این جریان داشته باشه و بارها این حسادتش رو اعلام کرده. سر یه جریانی که آقا مثلا آقا این تخت پادشاهی رو به من نمیده و فلان و اینا، این همه مدت گذشته، این دیگه پیر شده، چرا نمیاد نمیگه ولیعهد من کیه و قصد سفر میکنه. اول به پدرش میگه، پدرش هم میگه تندی نکن، تو هنوز خیلی راه داری، یه ذره امان بده و این داستانا. که گشتاز راهی هندوستان میشه بچه‌ها، راهی هندوستان میشه و میخواد که بره هندوستان. چرا؟ چون پادشاه هندوستان که راهی هندوستان میخواد بشه گشتاز بچه‌ها. بعد به پدرش هم نمیگه. اگه صدا و تصویر من دارید بهم بگید. من معذرت میخوام، امیدوارم که الان صدا تصویر اوکی باشه. خب ما به اونجا رسیدیم که آقای کیخسرو از ایران میره و لهراس رو به جانشینی خودش میذاره. لهراس دو تا پسر داره، گشتاز و زیور و زریور، یه هم چیزی. ما با اون دومی فعلا کاری نداریم. گشتاز خیلی آدم مغرور و اینجوری حسودیه که میگه آن دو تا نوادگان کیخسرو رو تو خیلی باهاشون خوبی، به پسرات بها نمیدی و تصمیم میگیره که با 200 تا از سربازها بره سمت هندوستان. چرا؟ چون پادشاه هندوستان بهشون گفته بود که آقا گشتاز تو اگه بیا اینجا من ازت چیز میکنم، مهمان نوازی میکنم، یعنی استقبال میکنم از اومدنت. که گشتاز این تصمیم رو میگیره و راهی هندوستان میشه. خبر به گوش لهراس میرسه و لهراس خیلی ناراحت میشه. به پسرش اون یکی میگه که آقا تو برو دنبال برادرت، اینو برش دار بیار. که وقتی که برادر بهش میرسه، یه 2-3 روز این حرکت رو کرده بودن، نزدیک مرز افغانستان بودن، که برادرش بهش میرسه و بهش میگه آقا گشتاز چیکار داری میکنیم؟ یا این ما رو گیر آورده، این که نمیاد ولیعهدش رو معلوم نمیکنه، بعدم ما مسخره نیستیم که اصلا تابلوی داره با اونا بهتر رفتار میکنه، با ما اصلا به ما بها نمیده و اینا. که بعد داداشه برمیگرده میگه آقا پسر تو داری جایی میری که اصلا ولیعهدش با ما پیمان نداره، هندوستان با ما مشکل داره، اصلا با ما هم پیمان نیست، تو داری یه جورایی پدر رو زیر سوال میبری و پادشاهیشو داری زیر سوال میبری، تو پسر پادشاهی داری میری جایی که دشمن ماست. بعد خلاص اینو راضی میکنه و برمیگردونه گشتاز رو که برمیگردونه، یه چند روزی مثل این که اوضاع خوب بوده و پدره دوباره باش خوب رفتار میکرده از ترس این قضیه که نکنه این دوباره بخواد بره و این داستانا. و دوباره اون جریان پیش میاد که بزرگان میرن گشتاز میره پیش بزرگهای حالا پهلوان ها و میگه که این داستان نگاه کن، این دوباره همونجوری داره میکنه، این فلان توجهی به ما نمیکنه و این داستانا. که هیچ توجهی به ما نمیکنه.
هیچ توجهی به ما نمیکنه، ولیعهدیش هم مشخص نمیکنه، که تصمیم میگیره که از تخت و پادشاهی و اینا بیخیال شه، قهر میکنه و از اونجا یه سفر خیلی طولانی رو تصمیم میگیره بره و یه جورایی از ایران میره سمت روم. و دوباره خبر رفتنش به لهراس میرسه و بهش میگن تو خودت گیر آوردی، حداقل اینو یه جایی حاکم یه شهری کن، اینو یه جا بهش شهر یه مسئولیتی بهش بده، راست میگه دیگه پسرته و فلان و این داستانا، که اون خیلی ناراحت میشه، میگه و این کارو میخواستم بکنم و این داستانا. لهراس میگه ولی دیگه خیلی دیر شده بود، گشتاس تصمیمشو گرفته بود و از ایران داشت خارج میشد و برای اینکه از ایران خارج بشه نیازه که سوار کشتی بشه و به سمت روم بره، پادشاهی روم. برای اینکه از اون دریا عبور کنه به یک کشتیران میرسه به اسم شیده و بهش میگه که من میخوام از این دریا عبور کنم یا پول میگیرم، و اونم یه سری پول بهش میده، یه سری هدایا بهش میده، یعنی هر چیزی داره رو اونجا میده و که اینو از ایران، از مرز ایران عبور کنه و نمیگه پسر کیه، خودش رو مخفی کرده، کاراکتر خودش رو مخفی میکنه، نمیگه من پسر مثلا لهراس پادشاه ایرانم. خلاصه از ایران میره سمت روم و اونجا میخواد کار کنه به عنوان یک فرد عادی. هر جایی میره یه سری مشکلات براش پیش میاد، یعنی اینو قبول نمیکنن. یه چند روزی که میگذره و میبینی که پول و اینا دیگه داره تموم میشه و هیچی دیگه نداره، برای اینکه خب تغذیه کنه، یه جای خواب داشته باشه و بتونه زندگی کنه مثل یه فرد عادی، تصمیم میگیره بره توی دربار، چون هم سواد داشته هم به چند زبان آشنا بوده و یه جورایی کارهای اداری و دفتریشو میخواسته انجام بده و اونجا ورود که میکنه به مثلا دفتر دربار و میگه که من میخوام اینجا کار کنم، زبان بلدم و این داستانا، همه چی بلدم، نوشتن بلدم، که اونا وقتی از ابهت و قد و بالای گشتاز نگاه میکنن و متوجه میشن که این اصلا به درد کار اداری نمیخوره، این باید بره جنگ کنه. بهش میگن که آقا اینجا ما به اندازه کافی ما اداری داریم، آقا تو الان باید بری تو ارتش، بری سرباز باشی، خودتو اونجا معرفی کن. که میاد بیرون و میره توی یک آهنگری. خب میره توی یه آهنگری و مرده چون این هیکل این درشت بوده و قوی جسته بوده میگه اوکی تو بیا اینجا پیش من وردست من، ولی متاسفانه همون روز اخراج میشه. دلیل اخراجش میدونی چیه؟ مرده بهش پتک داده بود، گفته بود این آهن رو بزن، مثلا بزن حالت بده. دیدین آهنگرای قدیمی اینجوری با پتک میزنن رو آهن؟ که گشتاز انقدر که زورش زیاد بوده وقتی که با پتک میزنه رو آهن میشکنه، اون زیر اون پتک میشکنه، همه چی میشکنه و مرده میگه تو به درد اینجا هم نمیخوری آقا برو. که اینو مینازن بیرون. گشتاز خیلی ناامید و ناراحت بوده، به سمت یک روستا میره، یه روستای غریبه، به سمت یه روستا میره. اونجا با یک فردی آشنا میشه، اسمش یادم نیست و اون فرد کشاورز بوده و این داستانو براش تعریف میکنه که آقا من اومدم اینجا کار کنم و فلان، اینجا من کار نمیدن و اینا. مرده میگه اوکی تو بیا اینجا حالا مهمان من باش و اینم قبول میکنه گشتاز و اونجا اسمش رو تغییر میده، یه اسم دیگه ای میذاره، اون اسم یادم نیست، یه اسمی اونجا برای خودش انتخاب میکنه. حالا اسم یادم نیست به خدا. آره یه اسمی برای خودش انتخاب میکنه، اونجا میره زندگی میکنه. حالا توی همین اینجا استاپ کنید. قیصر روم یعنی پادشاه روم 3 تا دختر داشته و برای اینکه دخترش به سن ازدواج رسیده بوده یه رسمی داشتن و به دخترش اجازه میداده که خودش شوهرش رو انتخاب کنه و یک مراسمی میگیره و میگه که آقا تو توی این مراسم تمام بزرگای روم هستن، پسرانشون هستن، یا تو اینجا برو هر کیو دوست داشتی به عنوان همسر انتخاب کن. شبش دخترش که اسمش کتایون بوده، شبش یه خوابی میبینه که آقا توی همین مجلس همه هستن ولی میره به سمت یک غریبه، کسی که نمیشناسه و اینا، اون همسرش میشه و با اون خیلی خوشبخت میشه و تعبیر این خواب رو پیش خودش نگه میداره و میگه من دنبال اون غریبه میگردم. بعد
فردا که اون جشن رو برگزار میکنن، قیصر روم میگه که آقا بیاید پسرانتون رو بیارید و اینا، این خانوم میره، کتایون میره به همراه دسته گل و هر کی از هر کی خوشش بیاد اون دسته گل رو بهش میده و اون میشه همسرش. حالا رسم قیصر روم بوده که متاسفانه از هیچ کی خوشش نمیاد، یا خوشبختانه از هیچ کی خوشش نمیاد و برمیگرده و پدرش وقتی ازش میپرسه چرا این کارو کردی، میگه من خوشم نمیاد این داستانا، من پیدا نکردم کسی رو که لایق من باشه. که پدرش اعلام میکنه آقا یه جشن بزرگتر میگیریم، از سرتاسر روم بیان، مردم عادی هم بتونن بیان، یه جشن بزرگ میگیریم تو اونجا انتخاب کن. که این خبر به کل روم انتقال داده میشه، به همین آقای گرشاس و اون شخصی که اونجا بوده هم میرسه این خبر. و اون شخص به گرشاس چون چی میگن خیلی افسرده شده بوده، خیلی تک نشسته بوده و اینا، اصلا یه حالت غمگینی داشته، اون مرده بهش میگه که آقا برو اونجا یه جشنی گرفتن، قیصر روم داره برای دخترش جشن گرفته، تو برو اونجا یه حال هوات هم عوض بشه دیگه، چه کاری همش اینجایی. که اونم قبول میکنه، میره یه گوشه ای از اون جشن واسطه بوده. کتایون وقتی میاد با دست گل، به محض اینکه گشتاسپو میبینه یا گشتاسپو میبینه، تصمیم میگیره که بره سمتش و انتخابش میکنه. این خبر به گوش قیصر روم میرسه و بهش میگن آقا کتایون یه نفر انتخاب کرده، خیلی خوشگله، خیلی هیکلیه، خیلی درشت اندامه، ولی ما نمیشناسیمش، اصلا نمیدونیم کیه، یعنی اینجوری از رعیته یه جورایی. که قیصر خیلی عصبانی میشه و تصمیم میگیره که آقا این دخترشو بکشه. که مثلا اونها پیران و بزرگان کاخ قیصر میان و بهش میگن آقا چه کاری آقا، تو میخوای دخترتو بکشی، تو خودت گفتی هر کیو میخوای انتخاب کن، اونم انتخاب کرده دیگه، پس دیگه نباید بهش خورده بگیری، اون انتخابشو کرده دیگه، با این قضیه کنار بیا، حالا چیز کن اینو از ارث محرومش کن، ولی دیگه نکشیش، دخترت دیگه، آبروی خودت میره. که قیصر هم این تصمیمو میگیره، میگه اوکی من باش مخالفتی ندارم و هیچ پول و هیچ ثروتی هم بهش نمیرسه، باید از قصرم برن یه جای زندگی کنن. که گشتاس وقتی به کتایون میگه چرا این کارو کردی، مثلا من نه پولی دارم، اون نمیدونستن این پسر شاه ایرانی، که اونم نگفته بود دیگه، چرا این کارو کردی، من اصلا چیزی ندارم و این داستانا. اون خوابشو تعریف میکنه، میگه تو خواب من با تو خوشبخت میشدم و پس من انتخابم تویی و این داستانا. که اینا با هم دیگه میان دوباره تو همون روستا و پیش همون شخصی که گشتاز رو نگه میداشت، یه جورایی مهمونش بود، پیش همون میرن زندگی میکنن. حالا میگی که آقا این گشتاس که کاری نداشت، قبلش که برن اونجا کتایون تمام طلاها و تاج و دستبند و اینایی که داشت رو میفروشه و با پولش یه سری خرت و پرت یا حالا جایزیه میخره و میرن توی اون روستا یه خونه‌ای تهیه میکنن و پیش اون مرده که بهشون جا داده بود زندگی میکنن. حالا میگین که آقا این کارش چی بوده، این که کار نداره فلان، چی کار میکرده؟ گشتاس به خاطر اینکه بسیار آدم زیرک و زبردستی بوده و خیلی درشت جسته بوده و توی خب نبرد و جنگ و مبارزه خیلی خوب بوده، برمیگرده و میره سمت همون شخصی که توی ده بوده و باهاش یه چیزی رو طی میکنه، یا من میرم شکار میکنم. حالا با کی میره؟ با شیده، همونی که اسم این شیده بوده، آره حالا کار نداریم، یکی از ایناست دیگه. با شیده میره شکار. شیده کیه؟ همون شخصی که کشتی داشته و اینو از ایران به روم آورده. میره پیش اون میگه من با تو میام شکار، خب شکار من هر چی شد 2/3 مال تو، 1/3 من میبرم. حالا اون 1/3 هم میبرده میداده به همون مردی که داره باش زندگی میکنه. پس اینجوری امرار معاش میکرده، شکار میکرده و چون انقدر شکارچی ماهری شده بوده، آوازش هم به گوش خیلیا رسیده بوده. شکار میکرده، 2/3 میداده به کشتیران، 1/3 میداده به اون شخصی که باهاش توی روستا زندگی میکرده و بهش جا داده بوده. حالا همینجا نگه داریم. اون سر توی قصر قیصر روم، دختر دومش، حالا نوبت ازدواج دختر دومشه. دختر دومش وقتی میخواد ازدواج کنه و این خبر میرسه، یکی از پسران یکی از سردارا توی روم میاد و خواستگاری میکنه. اسمش چی بود؟
حالا اسمش مهم نیست. اسمش چی بود؟ میاد ازش خواستگاری میکنه، میگه دخترتو بده به من. که پادشاه قیصر برمیگرده میگه من یه بار بدون امتحان دخترم آزاد گذاشتم، یه نفر انتخاب کرد که من راضی نبودم، دیگه این کارو نمیکنم. از این به بعد من یک آزمون دارم و اون آزمون اگه بتونی رد کنی شما داماد من میشی. که میگه آزمون چیه؟ میگه توی یه شهری یه گرگی هست که شاخ داره، مثلا یه هیولا دیو. میگه یه گرگی هست که شاخ داره و خیلی غوله، مثلا درشته به اندازه 2 تا شیره. تو باید بری اونو شکست بدی. اگه اونو شکست دادی دختر من مال توه. که اون پسر اون حالا وزیر و اینا پیش خودش یه ذره فکر میکنه، یا باشه من حالا این چه سخته سر ما رسید یه همین چیزی شد. که میاد بیرون داره فکر میکنه و این داستانه، یادش میاد که یک شخصی هست که خیلی شکارچی خوبیه، از قضا داماد قبلی همین پادشاه هم هست. یه شد برم از اون کمک بخوام، حالا بهش پیشنهاد پول میدم، حالا اون میره جای من شکار میکنه. که میاد و پیش همین گشتاز بهش این خبر رو میده، میگه آقا من میخوام دختر دوم پادشاه رو بگیرم، برای من یه شرطی گذاشته، گفته که آقا من باید برم اونجا اون گرگی که شاخ داره و اینا دندونش هم مثل گرازه، اونو باید شکست بدم، اگه شکست بدم دخترش رو بهم میده. که گشتاز هم قبول میکنه، میگه اوکی من میرم به ازای پول و حالا اسب و اینا. قبول میکنه و گشتاز میره راهی این دشت میشه. این 2 نفر هم همراهش میرن. اون به اون 2 نفر میگه شما اینجا بمونید من برم این گرگه رو پیدا کنم. که میره اون گرگه رو پیدا میکنه و یه مبارزه خیلی سفت و سخت باش داره، یه جوری گرگه رو شکست میده که هیچکی باورش نمیشه. اون گرگ رو از وسط یعنی میزنه تو شکمش، از ناف تا سینه‌ش رو میشکافه و گردنش رو میزنه. دندون اون گرگ رو میکنه و میاره برای همین آقا پسره، آقازاده. بهش میگه آقا من اینو شکست دادم. اونم بهش اسب و زر و پول میده. که گشتاز بازم یه ذره سلاح برمیداره و به همراه اون اسب حالا یه کمندی هم برمیداره، بقیه پول مولا رو میده به همون کت خدا. اسمشو میذاریم کت خدا. میگه آقا کت خدا تو بیا این پولا مال تو، این چیزا برای من. که میاد خونه و کتاین اینو میبینه و میگه اینا چیه؟ میگه یکی از دوستای من از ایران اومده اینا رو برام هدیه آورده، چیز خاصی نیست. بهش نمیگه جریان چی، چون خواهرش بوده دیگه. و اون پسر اون آقازاده این گرگه رو ور میداره و میره تخت پادشاهی قیصر. برمیگه میگه بیا من شکست دادم، یه داستانای عراجیفی هم از خودش در میکنه. میگه آره من شکستش دادم، مبارزه سختی بود و هیچکی هم مثلا نمیگه تو با این جثه ریز چجوری اون گرگو شکست دادی. قیصر خیلی خوشحال میشه و دخترش باهاش ازدواج میکنه با همین آقازاده. میگذره یه مدت میگذره، نوبت به دختر سومش میشه. دختر سومش هم وقتی میخواد ازدواج کنه باز هم یک شخصی میاد از روم و برمیگرده میگه دخترتو بده به من و من خوشبختش میکنم این داستانا. اونم میگه آقا من اولی رو اشتباه کردم ولی دومی رو براش یه دونه چالش گذاشتم و گفتم بره و اون دشت اون گرگ بزرگ و شاخدار رو شکست بده، اگه شکست بده دخترم مال اونه. که اونم شکست داد. اگه تو هم میخوای من برای تو یه آزمونی دارم. اونم میگه باشه چه آزمونیه؟ میگه یک اژدهایی هست توی یکی از کوه‌ها، باید بری اون اژدها رو شکست بدی. اگه اون اژدها رو شکست دادی من دخترمو بهت میدم، فقط هیچ کس از این سفر زنده بر نگذشته. که اونم میگه اوکی من بیام بیرون فکرامو بکنم. اون داره اسمش اهرم بوده اگه اشتباه نکنم، اهرم یا اینا. اهرم پیش خودش فکر میکنه، میگه آقا اون داماد قبلیشو من میشناسم، پسر آقازاده است دیگه، اونو من میشناسم، اون اصلا جربوزه این کارو نداره گرگ مثلا شاخدار رو بخواد بره بکشه. بذارم برم باهاش صحبت بکنم، بهش میگم آقا تو یا بهم میگی این رازشو بهم میگی یا هم که من برملا میکنم، یه جورایی خودت باید درستشو به همه بگی. که میاد پیش اینو میگه که آقا این داستان چیه؟ تو که اون گرگه رو شکست ندادی، اون گرگه رو کی شکست داده؟ اگه نگی میرم همه جا برملا میکنم، میگم تو ارزه این کارو نداری. که اونم داستان رو بهش میگه، ازش قول میگیره که بهش نگه و بهش میگه که آقا اوکی آره من رفتم پیش گشتاوز یا گشتاوز یا همون گرشاس به خودمون، میگه رفتم پیش اون بهش پول دادم، اون جای من رفته شکار. که اینم میگه باشه پس با هم دیگه میریم، یه پیغام بهش بده که من این درخواستو دارم ازش، کلی هم پول ثروت بهش میدم. اینا هم این پیغامه رو میدن، میرسه به کت خدا. کت خدا به
گشتاوز یا گرشاس برمیگرده میگه که آقا این داستان همینجوریه، این خواسته که تو بری اژدها رو بکشی، دختر پادشاه رو هم میخواد، تو چیکار میکنی؟ گرشاس برمیگرده میگه اوکی، یا گشتاس برمیگرده میگه اوکی آقا من این انجام میدم، فقط به کسی نباید بگین و این داستانا. که اونا میان و میگن که آقا تو چی نیاز داری؟ میگه آقا من یک خنجر زهرآلود میخوام، یعنی یه سری خنجر میخوام زهرآلود، خنجرش هم خیلی بزرگ بوده. میگه این خنجر باید هر کدوم یه شاخه‌ای داشته باشه که این قلاب باشه و همش هم زهرآلود باشه. یه همچین چیزی میخوام. یه نیزه میخواست، یه جورایی یه نیزه میخوام که برم به جنگ. خلاصه اون نیزه رو براش تهیه میکنن و گرشاس راهی کوه میشه. راهی کوه میشه. تمام این جریانات و کتایون خبری ازش نداره، به زنش نگفته این جریانا. راهی کوه میشه و اژدها رو میبینه، با اژدها شروع میکنه به مبارزه. یه حالا مبارزه خیلی سنگینی هم داشته که این خنجر و این نیزه رو توی دهن اژدها میکنه و اژدها به خاطر اینکه اون سم وارد بدنش شده ضعیف میشه و اژدها رو هم شکست میده، میکشه اژدها رو. میاد و پیش این اهرمه میگه که بیا آقا این اژدها رو هم کشتم و این داستانا، فقط به کسی نگی. پول و ثروت و طلا و اینا رو هم میگیره. باز هم از اونجا فقط سلاح برمیداره، پول رو ور نمیداره. پول رو میده به کت خدا و شیده، همون کشتیرانه، و سلاح رو خودش برمیداره. تا اینجا قضیه دیدیم که باعث ازدواج 2 تا داماد دیگه گرشاس بوده و گرشاس رفته گرگه رو شکست داده. گرشاس اومده اژدها رو کشته که این 2 تا داماد بتونن به مراد دلشون برسن. از اون ور قیصر خیلی از این جریان خوشحال بوده. میگه 2 تا داماد دارم، شیر، انقدر یل، کل آوازش هم کل روم پیچیده که این 2 تا داماد رفتن و یکی گرگ رو شکست داده، یکی هم اژدها رو شکست داده. خیلی هم آوازش پیچیده و خیلی هم به خودش میبالید که آره 2 تا داماد توپ و خفن دارم ولی یه داماد بیورزه دارم. این خبرها همینجوری به گرشاس میرسیده. فقط گرشاس اونجا که داشته اژدها رو شکست میداده، بچه یه نکته هست، اونجا دلش برای ایران تنگ میشه و وقتی میخواد بره مبارزه کنه با اژدها یه دعایی میکنه. میگه خدایا من دارم میرم، منو اینجا نکش. میگه منو اینجا نکش. گوشیم داغ کرد به شدت و در حالت اغما فرو رفت. درست شد؟ آقا کاپتان بهم میگی تا کجا گفتم من؟ تا کجا شنیدین؟ چون گوشیم داغ کرد، مجبور شدم گوشیم کولر ماشین رو بزنم، گوشیم چیز بشه. یاسین جان سلام. بچه ها سلام. باشه تعداد ادمین شاید زیاده، کم کم باید داره ادمین هم کم کنیم. BMW سلام. تا کجا گفتم بچه ها؟ تا اونجایی که نت قطع شده بهم میگین تا کجا بود، چون یهو گوشیم داغ کرد. داغم میکنه، به شدت داغ میکنه. و استارکینگ سلام. تا اونجا که گفت آقا منو نکش پدرم بفهمه خیلی اوکی. آره گشتاس وقتی داشت میرفت شکار اژدها برگشت گفتش که آقا من نوکرتم BMW قربونت برم. آره گفت آقا منو نکش، من به خاطر پدرم و فلان اینا. پشیمون بوده یه جورایی، ولی وقتی که میاد بیرون و اژدها رو شکست میده دوباره به اون حالت اولیه برمیگرده. میگه آقا به کسی نگید من این کارو کردم، چون اگه بگید متوجه میشن که آقا شما که ارزه ندارین. متوجه میشن این خبر به گوش ایرانیان میرسه، متوجه میشن من اینجام نمیخوام این داستان لو بره. بگذریم. این 2 نفر 2 تا داماد خیلی اینجوری باد به قبقب انداخته بودن و خیلی از این جریان خوشحال بودن که پادشاه اینقدر اینا رو دوست داره و قیصر روم اینا رو دوست داره و اینقدر تعریف و تمجید اینا همه جا هست. قیصر تصمیم میگیره یه جشنی بگیره و از این 2 تا داماد توی اون جشن مثلا قدردانی کنه که یکی رفته
گرگ شاخدار و اینا رو شکست داده، یکی هم اومده اژدها رو شکست داده، زی خیال باطل. و توی اون جشن میخواسته خیلی اینجوری چوگان و اینجوری داستانا برگزار بشه. خبر به گوش کتایون میرسه و گرشاس توی خونه خیلی ناراحت بوده، دوباره افسردگی گرفته بوده که من دلم برای پدر تنگ شده، دلم برای مادر تنگ شده در این داستانا و دلم برای ایران تنگ شده، اینجا دارم حمالی میکنم، این صحبت ها. و یه جورایی هم میخواست برگرده و بگه آقا من پادشاهی رو نمیخوام اصلا، ولی میخوام برگردم پیش شما. تو این فکرها بودی که کتایون برمیگرده میگه آقا پدر من قیصر یه جشنی رو داره برگزار میکنه که از همه جا هم دعوت کرده، تو برو اونجا یه ذره حوصلت سر جاش بیاد، یه ذره حال هوات عوض بشه. که گرشاس من میگه باشه تو اینطوری میخوای من میرم، که سوار اسب میشه و میره اونجا و کسی هم اینو نمیشناخته دیگه، کسی هم اینو نمیشناخته و پدرم این جریان نمیدونسته که این دامادشه، چون یادتون باشه دختره انتخاب کرد، اومدن بهش گفتن رعیته، گفته آقا باشه برن، من نمیخوام ببینمشون دیگه، یه جورایی عاقشون کرد. و اون جشن هم بازم اینجوری بوده که ورود برای همه آزاد بوده. خلاصه اینا میرن و اون جشن شروع میشه، اون جشن آغاز میشه. اون جشن شروع میشه ببخشید دیگه دوستام دارم قربونت امیر. اون جشن شروع میشه و هر کسی از هر جای دلش میخواست میاد. بازم طبق معمول گرشاس اونجا رفته و اعلام میکنن که آقا میخوایم چوگان بازی کنیم، کسایی که بلدن بسم الله. اینم سوار یه اسب میشه و میره چوگان بازی میکنه. انقدر که چوگانش خوب بوده همه مات و مبهوت این بودن، همه رو زمینگیر کرده بوده توی چوگان. بعد میرن سراغ کمان و مسابقه تیر و کمان میذارن و باز هم اونجا از همه بهتر بوده و خیلی یه جوری اول میشه تو تیر و کمان و توی چوگان. که قیصر داره نگاه میکنه میگه اون کیه، من اینو نمیشناسم، چقدر خوب داره چوگان بازی میکنه، چقدر خوب تیر کمان میزنه و فلان، اون کیه؟ صداش میکنن میگه تو کی؟ اینجا من 2 تا داماد دارم رخش فلان، یکی گرگو شکست داده یکی اژدها رو شکست داده، تو کی؟ یه دامادم دارم به درد نخور. یه جوری اینجوری میگه یه دامادم دارم به درد نخور، اون اصلا معنی نیست کیه چیه از کجاست. که گرشاس بیو اونجا خونش به جوش میاد، اون غرورش کار دستش میده. کسی که گفته بود به کسی نگید من این کارو کردم، گرشاس شروع میکنه با لحن تند میگه آقا اون اژدهایی که شما میگید بر اهرم کشته من کشتم، اون گرگی هم که میگی این آقازاده کشته من کشتم، باور نداری برو شیده رو بیار شهادت بده. اینا هیچ کدوم ارزه این کارا رو ندارن، تو دختراتو به اینا دادی فلان. اون دامادت هم که داماد اولیه من بودم، من اون داماد اولیه هم که تو الان میگه ارزه نداره، ولی باعث این که این دوتا داماد بشن هم منم. اینا هیچ کدوم این کارا رو نکردن. که اونجا قیصر به شدت ناراحت میشه، عصبی میشه و اینا، ولی خب دیگه کاریه که شده دیگه، اونا ازدواج کردن دیگه. و خیلی هم گرشاس از اونجا به بعد دوست داره و اینو صدا میکنه و میاد و میگه بیا پیش من بشین و این داستانا. باز هم گرشاس اونجا نگفته بوده که من پسر سپاه، یعنی پسر پادشاه ایرانم. تا اینجای قضیه اون دوتا آزاده و اهرون اونا لو رفته بودن و کینه به دل گرفته بودن از گرشاس و تو این فکر بودن که آقا گرشاس رو بکشن بعد اژدها که این صداش در نیاد. ولی خب الان هم که این اومده لو داده اینا رو، بیشتر کینه اینو دارن و تو این فکرن که یه جوری بهش صدمه بزنن. حالا همه چی اینجا خوبه و گرشاس میبینی که آقا یه همچین دامادی داره که اژدها کشته، گرگ کشته، خیلی هم ماهره، خیلی هم تنومنده. چیکار میکنه؟ یه نامه میزنه به سمت دریای خزر، یه جورایی روسیه کنونی، حاکم اونجا. میگه تو باید به من باج و خراج بدی، اگه ندی داماد من میاد اونجا خشتک مشتک تو پاره میکنه. این اژدها کشته، گرگ کشته، میاد اونجا حالیت میکنه جریان چیه، پس باج و خراج تو بده. این نامه به دست پادشاه خزر یا حاکم خزر میرسه. خزر همون دریای خزر خودمونه ولی به سمت بالا شمال غربی. و اون ادعا میکنه که آقا همین که من ازت باج نمیگیرم، همین که من ازت خراج نمیگیرم، باید کلاتو بندازی آسمون.
حالا میخوای من خراج بدم بهت، از این خبرا نیست. اگه مبارزه هم میخوای بکنی بسم الله. که اونجا به گرشاس میگه گرشاس تو میری مبارزه کنی و اونجا رو حالا ما تصرف کنیم و این داستانا. که گرشاس میگه باشه من میرم، ولی این دوتا دامادا باجن آقا با من نیان، اونا بیان 100% برای من دردسر درست میکنن. پس تا اینجای قضیه رو ما رفتیم جلو که گرشاس با کتایون دختر قیصر روم ازدواج کرده و باز هم کسی از این داستان خبر نداره که پسر پادشاه ایران یا لهراسپه و ایرانی هم دارن دنبالش میگردن. از این ور قیصر میفهمه که لهراسپ یه آدم شجاع و دلیره و تصمیم میگیره کشورگشایی کنه، نامه میزنه به پادشاه خزر و بهش میگه تو باید بهم باج خراج بدی. اونم تهدید میکنه. اینم گرشاس رو میخواد بفرسته برای مبارزه با پادشاه خزر. امیدوارم که تا اینجا داستان بهتون کیف داده باشه. من خیلی خلاصه وار دارم تعریف میکنم و امیدوارم لذت برده باشید. همینم 40 دقیقه شد. دمتون گرم، خیلی مخلصیم. من میرم گوشیو میزنم شارژ، برمیگردم با یه لایو خودمونی خفن گرم همراه با فال. میخوایم فال بگیریم. دمتون گرم، دوستتون دارم. خانم سپیده خیلی خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. رضا کینگ، خانم زیزی خیلی خوش اومدی. خانم ملو خوش اومدی. خانم نفس و خانم آنجلا. امیر تا سلام، شب خوش. اویل جان خیلی خوشحالم که شما توی لایو هستید. امیدوارم لذت برده باشید تا اینجا رو کار. 168 کایی، دمت گرم. باعث افتخار منه، باعث افتخار منه. خیلی مخلصیم، دوستتون دارم. ایشالا بازم ببینمت اویل. حالا اگه دوست داشتی بازم میبینمت، صحبت میکنیم با هم دیگه. دمتون گرم، خیلی مخلصیم از اینا.